بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک و منزه است ذاتی که بنده خود را شب از مسجد حرام به مسجد اقصی که حومه آن را با برکت ساختیم برد تا به او از آیات خود نشان بدهیم. بیگمان او شنوا و بیناست. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. و موسی را کتاب دادیم و آن را هدایتی برای بنی اسرائیل گردانیدیم و گفتیم به جز من کارسازی برای خود مگیرید. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ای فرزندان کسانی که ایشان را با نوح در کشتی برداشتیم، بدون شک نوح بنده سپاسگزاری بود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. و به بنی اسرائیل در کتابشان خاطر نشان کردیم که در زمین دو بار فساد خواهید کرد و سرکشی بزرگی خواهید نمود و دو بار مجازات خواهید شد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. چون موعد نخستین فرا رسد بر شما بندگان پیکارجوی خود را می گماریم که تا داخل خانه های شما را جستجو کنند و این وعده است عملی شدنی. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سپس شما را بر ایشان غلبه دادیم و شما را به دارایی و فرزندان مدد کردیم و برای شما نفوس بیشتر دادیم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر نیکویی کنید با خود نیکویی می کنید و اگر بدی کنید باز هم با خود بدی می کنید. پس چون باری دیگر موعد مؤاخذه شما فرا رسد گمان کنیم که در نخستین بار کردیم تا بر چهره های شما آثار غم و اندوه ظاهر شود و باز دشمنان شما داخل مسجد اقصی می شوند گمان گونه که بار اول داخل شده بودند و بر هر چه دست یابند آن را تباه می کنند. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. شاید پروردگار شما بر شما رحم کند، اما اگر شما به گناهان خود برگردید ما هم به مجازات خود برمیگردیم و دوزخ را برای کافران زندان ساختیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بیگمان این قرآن براهی که استوارتر است هدایت می کند و مسلمانانی را که عمل نیکو انجام می دهند بشارت می دهد که برایشان پاداشی بزرگ است. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. و کسانی که با آخرت ایمان نیاورده اند برایشان عذاب دردناک آماده کرده ایم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. و انسان بدی را به گونه‌ای می طلبد که باید نیکویی را طلب نماید و آدمی شتابکار است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شب و روز را دو نشانه گردانیدیم، پس نشانه شب را محو گردانیدیم و نشانه روز یعنی آفتاب را روشنی بخش گردانیدیم تا از پروردگار خویش طلب فضل کنید و تا شمار سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کردید. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. شامت عمل هر انسان را به گردن خود او بستیم و روز قیامت کتابی را برای او بیرون می آوریم که آن را گشوده می یابد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. برای او گفته می شود که کتاب اعمال خود را بخوان، خودت امروز بر خود به حیث حسابگر بسنده ای. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی که رهیاب شد بیگمان به فایده خود رهیاب می شود و کسی که گمراه شد بیگمان به زیان خود گمراه می شود و هیچ بردارنده بار دیگری را بر نمی دارد و ما هرگز کسی را عذاب کننده نیستیم تا پیامبری را بفرستیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. و چون بخواهیم دیاری را تباه گردانیم توانگران سرکش آن را امر می کنیم تا نافرمانی کنند، پس بر آن دیار حکم عذاب عملی می شود و ما ایشان را به گونه شدیدی در هم می کنیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. چی بسا کسانی را از نسل‌های بعد از نوح هلاک ساختیم و پروردگار تو به گناهان بندگان خود به حیث دانا و بینا بسنده است. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کسی چیزهای زودگذری این دنیا را خواسته باشد ما در دم چیزی را که اراده کنیم برای کسی که خواسته باشیم میدهیم
سپس برای او دوزخ را آماده کرده ایم، در آنجا نیکوهیده و رانده شده خواهد شد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. و هر کی آخرت را بخواهد و برای حصول آن سعی خود را به کار برد و او مسلمان نیز باشد، پس سعی چنین کسانی پذیرفته شده نیست. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. از عطای پروردگار تو هم این گروه و هم آن گروه هم را برخوردار می سازیم و عطای پروردگار تو از کسی هرگز بازداشته نمی شود. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ببین چگونه بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت داده ایم، ولی بیگمان آخرت بزرگتر است، هم از روی درجات و هم از روی فضیلت. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. با خدا معبود دیگری مگیر، ورنه ای انسان نیکوهیده و بیچاره زمینگیر میشوی. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. پروردگار تو حکم کرده است که بجز او هیچ کسی و هیچ چیزی را پرستش نکنید و با پدر و مادر نیکی کنید. اگر کسی از ایشان یا هر دویشان نزد تو به بزرگسالی میرسند، پس به ایشان اف مگو، یعنی کمترین اهانت مکن و بر ایشان بانگ مزن، بلکه به ایشان به نیکویی سخن زن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و بر ایشان بالهای تواضع خود را با مرحمت بگستران و بگو پروردگارا بر ایشان ببخشا همچنان که مرا در خردسالی تربیت کردند. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. پروردگار شما به آنچه در دلهای شماست بهتر می‌داند. اگر نیکو کار باشید پس بیگمان خداوند کسانی را که به سوی او رجوع می‌کنند یعنی توبه می‌نمایند می‌آمرزد. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. حق صاحب قرابت را بپرداز و نیز حق مسکین و مسافر را، اما از اسراف خودداری کن. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مسرفان بیگمان برادران شیاطین هستند و شیطان به پروردگار خود ناسپاس است. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. و اگر از ایشان یعنی ناداران روی برمیتابی که نادار هستی و در انتظار دریافت مرحمتی از جانب پروردگارت میباشی که امید آن را داری، پس با ایشان سخن ملایم بگو.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. دست خود را بخیلانه به گردن خود مبند و نیز به آخرین حد آن مگشا، به حدی که ملامت و درمانده شوی و زمینگیر گردی. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. حقا که پروردگار تو روزی را به هر که بخواهد میگشاید یا تنگ میگرداند، حقا که او به مصالح بندگان خیش آگاه و بیناست. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. و اولاد خود را از ترس فقر مکشید، ما آنها و شما را روزی میدهیم، بیگمان کشتن ایشان گناهی بزرگ است. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. و به زنا نزدیک مشوید، بیگمان عمل زشت است و راهی بدی است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. و کسی را که خداوند قتل او را حرام ساخته جز به حق مکشید، و کسی که به ستم کشته شود پس بیگمان وارث او را صلاحیت قصاص دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند، بیگمان او شرعاً یاری داده شده است. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. به مال یتیم جز به طریقی که نیکوست نزدیک مشوید تا به نهایت قوت یعنی سن رشد خود برسد و به عهد خود وفا کنید، بیگمان هر کس در مورد عهد خیش سوال می شود. و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. و چون پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا کنید و با ترازوی درست وزن کنید، این کار بهتر است و عاقبت آن نیکوتر. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و در پی چیزی که به آن علم نداری مرو، بیگمان گوش، چشم و دل هر یکی از اینها مورد سؤال قرار داده می شود. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. و بر زمین خرامان یعنی با تکبر راه مرو، بیگمان تو نمی توانی زمین را بشگافی و نه هم در درازی به کوها می رسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. از همه اینها بدی آن نزد پروردگار تو ناپسندیده است. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این راهنمودها از حکمت‌هایی است که پروردگارت برایت وحی کرده است و با خدا معبودی دیگر را قرار مده تا ملامت شده و رانده شده به دوزخ افکنده نشید. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا
إنكم لتقولون قولا عظيما. آیا پروردگار شما را به پسران برگزید و از فرشتگان برای خود دخترانی گرفت؟ براستی که شما سخن بزرگ یعنی نهایت زشت میگویید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. و بیگمان ما در این قرآن انواع مسائل را بیان کردیم تا ایشان پند بگیرند، ولی این امر به جز نفرت به ایشان نمی افزاید. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بگو اگر آنچنان که میپندارند با خداوند معبودان دیگر می بود، در آن صورت در جستجوی راهی برای منازعه به سوی خداوند صاحب عرش می افتادند. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. پاک است او از آنچه ایشان میگویند بالاتر و در نهایت بزرگی است. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. او را آسمان‌های هفتگانه، زمین و آنچه در میان آنها است به پاکی یاد می کند و هیچ چیزی نیست مگر اینکه او را به پاکی می ستاید، ولیکن شما تسبیح ایشان را نمی دانید، حقا که او صاحب حلم و آمرزنده است. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. و چون قرآن را میخوانی میان تو و آنانی که به آخرت ایمان ندارند حجاب نامرئی قرار میدهی. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. بر دلهایشان پوشش‌های می‌نهیم تا آن را نفهمند و در گوش‌هایشان گرانی را، و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی پشت میگردانند و فرار میکنند. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما داناتریم به این که ایشان به چی چیزی گوش فرا میدهند هنگامی که به تو گوش فرا میدهند و نیز هنگامی که با هم به راز و نیاز میپردازند. در آن هنگامی که ستمگاران میگویند پیروی نمی کنید مگر مرد جادو شده ای را. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ببین چگونه برای تو مثالها زدند پس گمراه شدند و توان یافتن راهی را ندارند. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. و گفتند چون ما مشتی از استخوانها شویم و پوسیده گردیم آیا باز هم به آفرینش نو برانگیخته می شویم؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
بگو آری، اگر سنگ باشید یا آهن یا هر مخلوقی که در نظر شما بزرگ جلوه می کند، باز هم خدا به زنده ساختن شما قادر است. آنها به زودی می گویند کیست که ما را باز می گرداند؟ بگو کسی که شما را بار اول آفرید. پس به زودی سرهای خود را به علامت انکار به سوی تو جنبانیده خواهند گفت آن برانگیختن چی وقت است؟ بگو شاید که نزدیک باشد. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. روزی که خدا شما را بخواند و شما ستایش کنان او را اجابت کنید و چنین پندارید که درنگ نکردید مگر اندکی. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. و به بندگان من بگو تا چیزی بگویند که بهترین است. بیگمان شیطان میان ایشان نزاع می افکند، حقا که شیطان برای انسان دشمنی آشکاری است. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. پروردگار شما را بهتر می شناسد. اگر بخواهد به شما رحم می کند و اگر بخواهد شما را مجازات می کند و تو را بر ایشان به حیث نگهبان نفرستادیم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. و پروردگار تو به آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه تر است و بیگمان ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم و به داود زبور را دادیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. بگو همانهایی را که غیر از او معبود میپندارید بخوانید، پس آنها توان رفع مشکلات را از شما ندارند و نه هم در آن تغییر ایجاد کرده میتوانند. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آنهایی را که کافران نیایش می کنند خود به پروردگار خیش وسیله می جویند تا کدام ایشان تقربی بیشتری حاصل کند و رحمت او را توقع دارند و از عذاب او می ترسند، حقا که عذاب پروردگار تو محل ترس است. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. و نیست شهر و آبادی مگر آنکه ما پیش از روز قیامت اهل آن را هلاک کننده ایم یا ایشان را با عذاب شدید عذاب کننده ایم. این حکم در کتاب یعنی لوح محفوظ نوشته شده است. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هیچ چیز ما را از این باز نداشت که نشانه های قدرت خود را بفرستیم و جز آن که پیشینیان آنها را تکذیب کردند و اشتر ماده را به ثمود به حیث معجزه دادیم، اما ایشان بر آن ستم کردند و ما با معجزات نمی فرستیم مگر تهدید را. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. و به یاد آور وقتی را که به تو گفتیم که بیگمان پروردگار تو به مردم احاطه کامل دارد و ما آن رویا را که به تو نمایانیدیم نگردانیدیم مگر آزمایشی برای مردم و نیز درخت لعنت شده را که در قرآن ذکر است و ما ایشان را می ترسانیم ولی این ترسانیدن به ایشان نمی افزاید مگر سرکشی شدیدی را. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس قال أأسجد لمن خلقت طینا. و به یاد آور وقتی را که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید پس آنها سجده کردند جز ابلیس. ابلیس گفت آیا کسی را سجده کنم که از گل آفریدی؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وی گفت آیا دیدی این را که بر من برگزیدی؟ اگر مرا تا روز قیامت فرصت بدهی یقینا جز عده از اولاد او دیگران همگی را از ریشه بر میکنم، یعنی از راه حق به کنار میکشم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خداوند گفت برو پس هر کس از ایشان که تو را پیروی کند بیگمان دوزخ جزای شماست، جزای کامل. واستفزر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هر کدام از ایشان را که میتوانی با آواز فریبنده خود به سوی تباهی برانگیز و با سواره و پیاده خود بر ایشان هجوم آور و با ایشان در ثروت و فرزندان شریک شو و به ایشان وعده بده و شیطان به اینها وعده نمی دهد مگر فریب را. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. واقعا برای تو بر بندگان من سلطه نیست و پروردگارت به حیث کارساز کافی است. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. پروردگار شما همان است که برای شما کشتی را در بحر جاری می سازد تا از فضل او بهره اندوز شوید، بیگمان او بر شما مهربان است. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وقتی که در بحر به شما سختی برسد آنهایی که جز خدا به ایشان نیایش می کنید گم می شوند و باز چون خدا شما را نجات می دهد و به خشکی می رساند روی بر می تابید و انسان بسیار ناسپاس بوده است. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. آیا از این ایمن شده اید که خداوند شما را در گوشه از خشکی فرو برد یا بر شما طوفان شدید از سنگریزه ها بفرستد و سپس برای خود نگهبانی نیابید؟ أَمْ أَمِنْتُمْ
ظننتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. یا از این ایمن شده اید که شما را بار دیگر به دریا بازگرداند، تندباد شدید بر شما بفرستد و شما را به سبب ناسپارسی شما غرق گرداند، باز برای خود در برابر ما بازخواست کننده نیابید. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بیگمان به بنی آدم کرامت بخشیدیم و ایشان را به وسیله مرکوب‌های رهوار در خشکی و بحر برداشتیم و به ایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم فضیلتی به خصوص دادیم. یوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. روزی که هر فرقه مردم را با پیشوای ایشان بخوانیم، پس هر که کتاب یعنی نامه اعمال او به دست راست او داده شود، همینها نامه خیش را با خوشی میخوانند و به ایشان ذره ستم نمیشود. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. و کسی که در این دنیا کور باشد، پس وی در آخرت نیز کور می باشد و از راه بسیار دور است. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. و نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحی نمودیم بفریبند تا بر ما جز آن وحی که به تو فرستاده ایم چیزی دیگر افترا کنی و آنگاه تو را دوست خود بگیرند. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. و اگر چنین نمی بود که ما تو را ثابت قدم گردانیدیم، نزدیک بود به سوی ایشان کمی تمایل نمایی. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. آنگاه تو را دو چند عذاب دنیا و دو چند عذاب مرگ می چشانیدیم و در برابر عذاب ما برای خود مددگاری نمی یافتی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. نزدیک بود تو را دشمنان از سرزمین تو دلگیر و ناآرام سازند تا تو را از آن بیرون سازند، اما در آن صورت ایشان بعد از تو جز مدت کوتاهی باقی نمی ماندند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این بود روش ما با پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم و در روش ما تغییری نمیابی. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را به کمال و تمام از هنگام زوال آفتاب تا تاریکی شب برپا دار و قرآن بامداد را، حقا که قرآن بامداد یعنی نماز صبح مورد مشاهده فرشتگان است. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و در پاس از شب نماز تهجد را ادا کن
نافله برای تو تا باشد که پروردگارت تو را به مقام ستوده قرار دهد. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. و بگو پروردگارا مرا در هر کار صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون کن و از نزد خود به من قدرت مددگار عنایت فرما. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، حقا که باطل نابود شده نیست. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و قرآن را که برای مسلمانان شفا و رحمت است مرحله به مرحله نازل می کنیم و به ستمگاران جز زیان چیز دیگر نمی افزاید. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. و چون به انسان نعمت ارزانی کنم رو می گرداند و پهلو تهی می کند و چون به او شری می رسد ناامید می گردد. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بگو هر کس بر اساس روش خود عمل می کند پس پروردگار شما آنانی را که رهیابترند خوبتر می شناسد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ایشان از تو در مورد روح می پرسند. بگو روح از حکم پروردگار من است و از علم به جز اندکی دادن نشدید. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. اگر می خواهیم آنچه را به تو وحی فرستاده ایم ببریم یعنی بازگیریم در آن صورت کسی را نمیابی که برای تو در برابر ما کارساز شود و از تو دفاع کند مگر مرحمتی از جانب پروردگار تو حقا که فضل او بر تو بزرگ است. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر آدمیان و جن همه جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند هرگز مانند آن را آوردن نمی توانند اگرچه بعضشان بعضی دیگر را در این کار یاری دهنده باشند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و ما برای مردم در این قرآن به گونه‌های مختلف مثال آوردیم ولی اکثر مردم از پذیرفتن چیزی جز ناسپاسی ابا ورزیدند. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. و گفتند هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا برای ما از زمین چشمه بیرون آری. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. یا باغی از خرما و انگور از آن تو باشد و در میان آن جویبارها با آب وافر جاری سازی. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.
یا طوری که خودت میگویی آسمان را پارچه پارچه بر ما فرود آوری، یا خدا و فرشتگان را روبروی ما بیاوری. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا خانه آراسته از زر داشته باشی یا به آسمان بالا روی و به این بالا رفتنت ایمان نمی آوریم تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو پاک است پروردگار من، آیا من جز بشری هستم که به حیث پیامبر فرستاده شدم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. در هنگامی که به مردم هدایت آمد ایشان را از ایمان آوردن باز نداشت مگر اینکه گفتند آیا خدا بشری را به حیث پیامبر فرستاد؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بگو اگر در زمین فرشتگانی می بودند که با آرامش آمد و شد می داشتند یقینا بر ایشان از آسمان فرشته را به حیث پیامبر نازل می کردی. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بگو خدا کافی است که میان من و شما گواه است، بیگمان او به حال بندگانش آگاه و بیناست. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. کسی را که خدا رهیاب می سازد پس هم او رهیاب واقعی است و هر کس را که او گمراه می سازد پس بر ایشان جز خدا کارسازانی را نخواهی یافت و در روز قیامت ایشان را بر رویهایشان نگونسار برمی انگیزیم و نابینا گنگ و کر می باشند. جای ایشان دوزخ است. هر باری که زبانه آتش فرو نشیند بر ایشان شعله آتش را می افزاییم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. این جزای ایشان است به سبب اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که مشتی از استخوان‌ها شویم و پوسیده گردیم باز هم به آفرینش تازه برانگیخته می شویم؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. آیا نمی بینند خدایی که آسمانها و زمین را آفرید قادر است تا مثل آنها را بیافریند و برای ایشان میعادی را مقرر نموده که در آن شکی نیست، ولی ظالمان جز ناسپاسی را نپذیرفتند. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بگو اگر شما مالک خزانه های رحمت پروردگار من می بودید در آن وقت از ترس به مصرف رسیدن آن بخیلی می کردید و انسان واقعا سختگیر یعنی بخیل است.
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. و بیگمان به موسی 9 نشانه روشن دادیم. از بنی اسرائیل بپرس. هنگامی که برای راهنمایی ایشان آمد، فرعون به او گفت ای موسی، من یقینا تو را جادو کرده شده میپندارم، یعنی گمان میکنم که تو را جادو کردند. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لأظنك یا فرعون مثبورا. موسی گفت تو خوب میدانی که اینها را در حالی که دلایل روشن هستند جز پروردگار آسمان ها و زمین نفرستاده است و بیگمان من تو را ای فرعون نابود شونده میپندارم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پس فرعون خواست ایشان را از زمین بیرون راند، ولی او و همراهانش هم را غرق گردانیدیم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین مسکن گزینید، پس چون وعده آخرت یعنی روز قیامت فرا رسد شمایان را در هم آمیخته می آوریم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و نفرستادیم تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. و قرآن را به تفریق قسمت به قسمت فرستادیم تا آن را با درنگ یعنی قسمتی بعد از قسمتی دیگر به مردم بخوانی و آری به همین کیفیت آن را نازل کردیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بگو خواه به آن ایمان آرید یا ایمان نیارید، بیگمان کسانی که پیش از این به ایشان علم داده شده بود چون به ایشان این قرآن خوانده شود بر زنخهای یعنی روی خیش به سجده می افتند. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. و میگویند منزه است پروردگار ما، براستی که وعده پروردگار ما بجا شده است. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بر زنخها یعنی روی خیش می افتند، گریه می کنند و خشوع و فروتنیشان فزون می گردد. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید نامهای نیکو از آن اوست و نمازت را نه با آواز بلند بخوان و نه هم با آواز آهسته و در بین این دو راه میانه را اختیار کن. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
و بگو ستایش خدای راست که برای خود فرزندی نگرفته و در پادشاهی شریک ندارد و برای او کارسازی که از ذلت او را وارهاند نیاز نیست و او را به بزرگی یاد کن، بزرگی بس شکوهمندی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ستایش خدای را، ذاتی که بر بنده خود کتاب را نازل کرد و برای آن هیچ گونه کجی را قرار نداد. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. در حالی که استوار یعنی قایم به مصالح مردم است تا بدکاران را از عذاب شدیدی که از جانب اوست بترساند و مسلمانانی را که کارهای نیکو می کنند بشارت بدهد که برایشان مزد نیکو یعنی بهشت جاودان است، همیشه در آن می باشند و کسانی را که گفتند خداوند فرزند گرفته است بترساند. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. چیزی که نه خودشان به آن علم دارند و نه هم پدرانشان، سخن بزرگ و خطرناکی است که از دهنهایشان بیرون می شود و جز دروغ چیز نمی گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اگر به این سخن ایمان نیاورند پس آیا تو خود را از فرط اندوه به پی ایشان هلاک می‌گردانی؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما هر آنچه را در زمین است بیگمان آن را برایش زینتی قرار دادیم تا ایشان را بیازماییم که کدام یکشان از حیث عمل نیکوتر است. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. و ما بیگمان آنچه را بر روی زمین است سرانجام خاک بیگیاهی خواهیم گرداند. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیا پنداشتی که بیگمان اصحاب کهف و رقیم از جمله نشانه‌های عجیب ما بودند؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. چون این جوانان به غار پناه بردند پس گفتند پروردگار ما از نزد خود رحمتی بر ما ارزانی فرما و برای ما از این مشکل ما راه نجات فراهم گردان. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سپس بر گوشهایشان در غار چندین سال پرده خواب را زدیم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعد از آن ایشان را برانگیختیم تا آشکار کنیم کدام یک از دو گروه مدت درنگ خود را بهتر حساب کرده است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما برای تو داستان ایشان را به حق میگوییم. بیگمان ایشان جوانانی بودند که به پروردگار خیش ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. و ما به دلهایشان قوت دادیم هنگامی که برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و جز وی به هیچ معبودی نیایش نمی کنیم که اگر چنین کنیم در این هنگام سخنی دور از سنجش زدیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. و اینها قوم‌های ما هستند که با جز خدا معبودان دیگری را برگزیدند. چرا صحبت روشن بر ثبوت آن نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند به دروغ افترا کرد؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. و چون از ایشان و آنچه را به جز خدا می پرستند دوری جستید پس در غار پناهنده شوید. پروردگار شما از رحمت خیش به شما فیضان می کند و در کار شما گشایشی فراهم می نماید. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و خورشید را در آوانی که طلوع می کند می بینی که به سمت راست غار یعنی محل سکونتشان میلان می کند و در هنگام غروب به طرف چپشان می گذرد و ایشان در گشادگی از آن غار قرار داشتند. این از آیات خداوند است. هر که را خدا را یاب گرداند حقا که راه یافته است و هر که را به گمراهی بگذارد برای او حامی و رهنمای هرگز نیابی. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ایشان را بیدار می پنداشتی در حالی که خفته بودند و ما ایشان را به پهلوی راست و پهلوی چپشان می گردانیدیم و سگ ایشان همچون پاسداری بازوهای خود را بر آستانه غار دراز کرده بود. اگر به ایشان نگاه می کردی بیگمان از ایشان روی برتافته فرار می کردی و ترس از ایشان سراپای وجود تو را می گرفت. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. و بدین گونه ما ایشان را از خواب بیدار کردیم تا بین خود سؤال کنند. یکی از ایشان گفت چی مدتی درنگ کردید؟ گفتند شاید روزی یا پاره از روز درنگ کرده باشیم. و چون به نتیجه نرسیدند گفتند پروردگار شما به آنچه درنگ کردید بهتر می‌داند.
اکنون یکی را از میان خود با این پول خود به شهر بفرستید تا ببینند کدام یک از ایشان غذای پاکیزه تر دارد و از آن به شما غذای بیاورد و باید در شهر روش لطفکارانه را در پیش گیرید و بر شما کسی را آگاه نسازد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. واقعا اگر ایشان بر شما دست یابند شما را سنگسار یا شما را با آیین خود برمیگردانند و آنگاه هرگز رستگار نخواهید شد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و بدین گونه مردم را از حال ایشان خبر گردانیدیم تا بدانند وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست. هنگامی که مردم آن سرزمین میان خود در زمینه نزاع می کردند، بعضی گفتند عمارتی بر غار ایشان بسازید. پروردگار ایشان به حال ایشان آگاه تر است. ولی آنانی که در کارشان حقیقت را دریافتند گفتند یقینا بر غار ایشان مسجدی بسازیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. گروهی خواهند گفت اصحاب کهف 3 کس بودند که 4م ایشان سگ آنها بود و گروه دیگر خواهند گفت 5 کس بودند که 6م ایشان سگ آنها بود، همچون تیری که بر تاریکی می اندازند، و خواهند گفت 7 کس بودند که 8م ایشان سگ آنها بود. بگو پروردگار من به تعداد ایشان آگاه تر است. تعداد ایشان را جز گروه اندک کسی نمی داند. پس در مورد ایشان جز به گونه بسیار روشن و واضح گفت شنود مکن و در مورد ایشان از هیچ یک از ایشان که برای گفته هایشان دلیل ندارند مپرس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. و هرگز مگوی من فردا این کار را انجام میدهم مگر این که به آن علاوه کنی اگر خدا بخواهد، و چون فراموش کردی همین که به یادت آمد آن فراموشی را جبیره کن. پروردگارت را یاد کن و بگو امید است مرا پروردگارم برای مقرون به ثواب نزدیکتر از این راهنمایی کند. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ایشان در غار خیش 300 سال درنگ کردند و 9 سال دیگر بر آن افزودند. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بگو مدتی را که ایشان درنگ کردند خداوند بهتر می‌داند. اسرار آسمان‌ها و زمین از آن اوست. چقدر بینا و چقدر شنواست. ایشان به جز او حامی ندارند و هیچ کس را در حکم خویش شریک نمیگیرند. واتل ما
أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. آنچه را به تو از کتاب پروردگارت وحی شده است تلاوت کن. هیچ تبدیل کننده برای سخنان او نیست و به جز او هیچ پناهگاهی نمی‌یابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و خویشتن را به بودن با کسان شکیبایی بخش که به پروردگار خویش در پگاه و بیگاه نیایش می کنند، تنها رضای او را می جویند و به خاطر جستجوی زینت زندگی دنیا چشمان خویش را از ایشان مگردان و کسی را پیروی مکن که دلش را از یاد خویش غافل ساختیم. او که هوای نفس خود را پیروی کرد و کار او افراط است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بگو این سخنان حق است از جانب پروردگار شما، پس هر که خواهد ایمان آرد و هر که خواهد کافر شود. بیگمان ما به ستمگاران آتش را آماده کرده ایم که سراپرده آن ایشان را احاطه می کند و اگر فریاد رسی بخواهند برایشان آبی چون فلز گداخته شده داده می شود که روحایشان را بیریان می کند. چی بد آشامیدنی و چی بد آسایشگاهی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولی کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند ما بیگمان مزد کسی را که کاری نیکو کرده است ضایع نمی کنیم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. برای چنین کسانی باغ‌های جاودان است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد. در آنجا دستبندهای طلایی را به حیث زیور می پوشند و جامه‌های سبز از لباس ابریشمین نازک و لباس ابریشمین ضخیم می پوشند. در آنجا بر تختها تکیه کنان نشسته‌اند. چی نیکو مزدی و چی خوب تکیه‌گاهی. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. با ایشان داستان دو مرد را بیان کن که برای یکی از ایشان دو باغ از انگور دادیم و گرداگرد آنها را به وسیله درختان خرما احاطه کردیم. در میان این دو باغ حاصل زراعتی بسیار خوب قرار دادیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. بر دو باغ بارور گردید و از این یعنی حاصلات هیچ کمبودی به وجود نیامد و در هر دو باغ جویبارهایی را جاری ساختیم.
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. و برای صاحب آن میوه وافری به دست می آمد. او در حالی که با هم صحبت می کردند به دوستش گفت از تو به مال فزونی دارم و نفرهای نیرومندتری در اختیار دارم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبید هذه أبدا. و به باغ خیش در حال داخل شد که به خیشتن ستمگار بود. گفت هرگز گمان نمی کنم که این باغ نابود شود. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و نه هم گمان دارم که قیامت برپا شدنی باشد و حتی اگر به سوی پروردگارم هم بازگردانده شوم یقینا جایگاه بهتر از این خواهم یافت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. در حالی که دوستش با وی صحبت می کرد گفت آیا به کسی که تو را از خاک و باز از نطفه آفرید و باز تو را به شکل مردی در آورد کافر شدید؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولی من به این اعتراف دارم که همانا خداوند پروردگار من است و به پروردگار خود هیچ کس را شریک نمی آورم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. چرا هنگامی که به باغ در آمدی نگفتی این همان چیزی است که خدا خواسته است؟ قوتی نیست و جز خدا. اگر مرا ببینی از نگاه ثروت و فرزند از تو کمترم. با این هم شاید پروردگارم برایم چیزی بهتر از باغ تو بدهد و بر باغ تو عذاب حساب شده از آسمان بفرستد و آن را به میدان صاف لغزنده مبدل سازد یا آب آن در اعماق زمین فرو رود. پس تو هرگز قدرت بازجستن آن را نداشته باشی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بدین ترتیب میوه‌اش را تباهی فرا گرفت. او به حسرت مصارفی که در آن کرده بود دستهای خود را به هم میمالید در حالی که پایه های باغ بر سقف‌های خود فرو افتاده بود و می گفت ای کاش هیچ کسی را به پروردگارم شریک نمی آوردم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اکنون او جمعیتی نداشت که او را به جز خدا در برابر عذاب خدا یاری کنند و نه از خودش کاری ساخته بود. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اینجاست که آشکار می گردد اختیار مطلق از آن خدای برحق است و اوست که بهترین ثواب و بهترین عاقبت را فراهم می کند. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. زندگی این دنیا را و ایشان با آب تشبیه کن که آن را از آسمان فرو ریختیم، با آن سبزه زمین در هم می پیچد، سپس می خشکد و در هم می شکند و گاه آن را باد به هر سو می کشاند و خداوند بر هر چیز تواناست. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا. مال و فرزندان وسیله زینت زندگی دنیا هستند، ولی اعمال ماندگار نیکو در نزد پروردگار تو هم از روی ثواب بهتر است و هم از روی امیدواری. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. و روزی که ما کوهها را به حرکت می آوریم و زمین را آشکار هموار شده می بینی و همه آنها یعنی انسانها را یک جا گرد می آوریم، پس هیچ یک از ایشان را باقی نمی گذاریم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. همه صف کشیده به حضور پروردگارت پیش می شود و به ایشان گفته می شود اکنون به همان شکلی به پیش ما آمدید که در اول بار شما را آفریدیم. آره شما فکر می کردید که ما برای شما موعد قرار نخواهیم داد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و گناهکاران را از سبب چیزهایی که در آن ثبت شده است ترسناک می بینی. ایشان می گویند وای به حال ما، این کتاب را چی شده است که هیچ چیز را چی کوچک و چی بزرگ فروگذاشت نکرده مگر که آن را حساب کرده است و همه اعمال خود را حاضر می بینند. پروردگارت به هیچ کس ظلم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و بیادار وقتی را که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس، او از جن بود، لذا از حکم پروردگارش نافرمانی کرد. با این هم آیا شما او و فرزندانش را به جز من به حیث دوستان خیش انتخاب می کنید در حالی که ایشان دشمن شمایند؟ چی بد عوض است برای ستمگاران که به جای من می گیرند. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من ایشان یعنی شیاطین را بر آفرینش آسمانها و زمین و بر آفرینش خودشان شاهد نساختم و من گمراهان را دستیار قرار نمیدهم. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. و بیادارید روزی را که خداوند میگوید آنانی را که با من شریک قرار داده بودید فرا خوانید. هر قدری که ایشان را فرا میخوانند جوابشان را نمیدهند و در میان ایشان یعنی مشرکان و بتان معبودشان را مایه تباهی قرار دادیم. ورأى المجرمون النار فظنوا
مصرفا. گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند و پی می‌برند که در آن افتادنی هستند و برای بازگشت از آن وسیله نخواهند یافت. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. و ما برای مردم در این قرآن به گناه‌های مختلف مثال آوردیم و اما انسان پیش از هر چیز جدل می‌ورزد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. مردم را هنگامی که هدایت به سراغشان رسید از این باز نداشت که ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز این که به سرنوشت پیشینیان دچار شوند یا عذاب الهی در برابرشان قرار گیرد. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ما پیامبران را نمیفرستیم مگر بشارت دهنده و بیم دهنده و کافران همواره به وسیله دلایل باطل مجادله می‌ورزند تا اگر بتوانند بدان وسیله حق را از میان ببرند و آیات من و مجازاتی را که به ایشان وعده داده شده به مسخره بگیرند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. و کیست ستمگارتر از شخصی که به آیات پروردگارش پند داده شود ولی او از آن رو برتابد و آنچه را دستهای او انجام داده فراموش کند. بیگمان ما بر دلهایشان پرده افکندیم تا نفهمند و در گوشهایشان گرانی نهادیم و چون ایشان را به سوی هدایت فراخوانی هرگز رهیاب نمی شوند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. و پروردگار تو آمرزنده و صاحب مرحمت است. اگر از ایشان در برابر اعمالشان حساب می گرفت بدون شک عذاب را بر ایشان تسریع می بخشید اما برای ایشان موعدی است که جز آن هرگز پناهگاهی ندارند. و تلك القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و آن شهرهایی را که ستمگاران نشیمن داشتند به سبب ظلمی که به عمل آوردند هلاک گردانیدیم و برای نابودیشان موعد را تعیین کردیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. به یاد آور وقتی را که موسی به جوان همراه خود گفت من تا به محل طلاقی دو بحر برسم یا راه بس طولانی را بپیمایم از رفتن باز نمی افتم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. و چون به محل تلاقی بین آن بحرها رسیدند ماهی خود را فراموش کردند. آن ماهی راه خود را در بحر نقب زد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
پس چون از آنجا گذشتند موسی به جوان همسفر خیش گفت صبحانه ما را بیاور، بیگمان ما از این سفر خود سخت خسته شدیم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. همسفرش گفت به یاد داری هنگامی را که به کنار آن سنگلاخ جای گرفتیم من در آنجا جریان فرار ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی دیگر این را فراموشم نگردانید تا به تو یادآوری کنم و بگویم که ماهی به گونه شگفت‌انگیز راه خود را در بحر گرفت. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسی گفت این بود چیزی که ما می‌خواستیم، پس به نشان قدم‌های خود بازگشتند. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ایشان بنده از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود مرحمت عنایت کرده بودیم و از نزد خود به او علمی را آموخته بودیم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی به او گفت آیا اجازه می‌دهی که از آنچه به تو از رشد آموخته شده به من بیاموزی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. در جواب گفت تو هرگز با من توان شکیبایی را نداری. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چی طور بر چیزی که به آن آگاهی همه‌جانبه نداری شکیبایی می‌ورزی؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی گفت اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت و از امر تو هرگز سرپیچی نخواهم کرد. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. آن دیگر گفت اگر مرا پیروی میکنی از من درباره هیچ چیز سوال مکن تا من خود در مورد آن به تو یاد کنم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ایشان به راه افتادند تا به کشتی سوار شدند. آن شخص کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا کشتی را سوراخ کردی تا اهل آن را غرق گردانی؟ راستی چی کار بدی کردی؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. او گفت آیا به تو نگفته بودم که هرگز با من صبر کردن نمیتوانی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی گفت مرا در برابر چیزی که فراموش کردم مؤاخذه مکن و در این کار با من سختگیری منو. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. باز به راه افتادند تا با نوجوانی روبرو شدند. آن شخص نوجوان را کشت. موسی گفت آیا تو شخص پاکی را کشتی که کسی